الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت از برنامه بتشکن در مورد عداوت و دشمنی که شیعیان رافضی با اقوام و نژادهای مختلف دارند صحبت می‌کنیم. همانطوری که همه شما عزیزان می‌دانید، الله سبحانه و تعالی برای ما مسلمانان و برای همه بشریت معیار برتری، معیار بزرگی و معیار این که انسان نسبت به دیگران یا دیگر انسانها برتر باشد را در تقوا قرار داده و این مطلب رو در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی بیان می کند که ما مسلمانان و همه انسانها بدانیم که برتری فقط در تقواست، در پرهیزگاری است. هر کی بیشتر به الله سبحانه و تعالی نزدیکتر است، هر کسی که بیشتر عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام می‌دهد، این انسان متقی‌تر، پرهیزگارتر و بهتر از دیگران محسوب می‌شود. دوستان، اگر این آیه مبارک رو که در سوره حجرات هست نشون بدن، الله سبحانه و تعالی برعکس آیاتی که در آن خطابش بر مؤمنان هست، یا ایها الذین آمنو، در این آیه مبارک خطاب بین المللی است، خطاب عام هست برای همه انسانها، برای همه بشریت، که شما معیار برتری و معیار بزرگی شما در این است که تقوا و پرهیزگار باشید. می‌فرماید که یا ایها الناس، نمیگوید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، میگوید که یا ایها الناس، ای انسانها. خطاب به همه بشریت است. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، یعنی از آدم علیه السلام و حوا که همسر ایشان بود علیها السلام. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را قومها و نژادها و قبیله ها ساختیم تا که همدیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. این انسانی که الله سبحانه و تعالی همه آنها را، چه ایرانی هست، افغانی هست، اروپایی هست، آمریکایی هست، چینی هست، هندی هست، همه عرب است یا عجم، همه اینها را الله سبحانه و تعالی از یک پدر و مادر آفریده. هیچ فرقی هم بین اینها وجود نداره مگر بر تقوا و پرهیزگاری. خب پس کسی بیاد بگه که پس چرا بعضیای ما فارس هستیم، بعضی عرب هستیم، بعضی اروپایی هستیم، بعضی آمریکایی هستیم، بعضیا سفیدن، بعضیا سیاه هستند، زبونامون با هم دیگه فرق میکنه. خب الله سبحانه و تعالی همه بشر رو در یک رنگ و در یک نژاد و در یک زبان جمع میکرد و همه راحت میشدن. جواب این سوال رو هم
الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما میده. در قرآن کریم دوستان عزیز اگر نشون بدن، در سوره روم آیه 22 الله سبحانه و تعالی در جواب کسانی که این سوال براشون مطرح شده میگه که و من آیاته، از نشانه های الله سبحانه و تعالی این است که و من آیاته خلق السماوات والارض، از نشانه های قدرت الله سبحانه و تعالی آفرینش آسمان ها و زمین است. همین آسمان ها و زمینی که ما در آن زندگی می کنیم، در خلقت این آسمان ها و زمین علامات قدرت الله سبحانه و تعالی نهفته است. 7 آسمان، زمین با این وسعت و بزرگی. بعد که آدم به آسمان ها و به کهکشان ها نگاه میکنه، این زمینی که ما در آن زندگی میکنیم در بین سیارات و کواکب و ستاره ها و مجراتی که وجود داره هیچ چیزی حساب نمیشه، مانند ریگی که شما در یک اقیانوس بندازید. همه اینها دلایل قدرت الله سبحانه و تعالی است. در ادامه چی میگه؟ و اختلاف السنتکم، و اینکه زبانهای شما رو الله سبحانه و تعالی متفاوت قرار داده. اگر همه انسانها به یک زبان صحبت میکردن، خب در اینجا عرب و فارس از همدیگه فرق نمی شدن، ترک و آذری و چینی و هندی از همدیگه فرق نمی شدن، چون خیلی از این نژادها هستن که همه برمیگردن به یک اصل، به یک نژاد آریایی برمیگردن. و این نژاد شاید شما ببینید که کسی در هند زندگی میکنه شبیه یک ایرانی است، یا یک ایرانی در ایران زندگی میکنه شبیه یک ترکی است که در ترکیه زندگی میکنه. پس چطور اینا همدیگه رو بشناسن؟ از همدیگه فرق بشن؟ در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اختلاف السنتکم، اختلاف زبانهای شما، و الوانکم، و رنگهای شما. رنگهای شما رو هم الله سبحانه و تعالی متفاوت قرار داده. ان فی ذلک لآیات للعالمین، در این امر، در این اختلاف ها، در این تفاوت ها چی است؟ درس است برای کسانی که دانا هستند، نشانه هست برای رسیدن برای الله سبحانه و تعالی، پی بردن به وحدانیت الله سبحانه و تعالی برای کسانی که عالم هستند، میدانند. اما کسانی که به دنبال این هستن که والا فلان نژاد برتر است، فلان نژاد بد هست، فلان نژاد همه بهشتی هستن، فلان نژاد همه جهنمی هستن، فلان نژاد زبانشون زبان بهشت است، فلان نژاد زبانشون زبان جهنم هست، این تقسیم بندی هایی رو که انجام دادند، این تقسیم بندی ها برمیگرده بر اساس اون متابعتی که از شیطان دارند. ببینید میگن که ما نژادمون برتر است بر دیگر نژادها، ما افضلیت داریم بر دیگر اقوام و نژادها. اینا همه برمیگرده به متابعت از شیطان، همان شیطانی که الله سبحانه و تعالی این شیطان رو آفرید و راه خیر و شر رو برای بشر هم نشان داد و این شیطان را وسیله‌ای برای امتحان انسانها قرار داد که به راه شیطان میره و کی به راه الله سبحانه و تعالی میره. و این مطلب رو الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما گوشزد میکنه. در سوره فاطر عزیزان در اتاق فرمان نشان بدن که میفرماید ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست و به ما امر میکنه که فاتخذه عدوا، این شیطان رو هم شما دشمن خود بگیرید. شیطان دشمن شماست. آیا دشمن انسان برای انسان خیرخواه است؟ طبیعتاً که نه. پس شما هم با شیطان دشمنی بکنید. دشمنی با شیطان در چی است؟ در این که ما راه شیطان رو ترک بکنیم و به راه الله سبحانه و تعالی برویم. گفتیم که شیطان اولین نژاد پرست بود.
شیطان هست که این رو الهام میکنه به پیروان خودش که نژاد شما برتره، شما از بقیه بهترید، شما افتخار بکنید به نژادتون، به قبیلتون، به اصل و به این مسائلتون. الله سبحانه و تعالی این مطلب رو هم در قرآن کریم به ما میگه که سبب کافر شدن شیطان، سبب خارج شدنش از بهشت و سبب این که مطرود شد، ما در شروع هر آیه از قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به الله از شر شیطان رانده شده. این شیطان چرا رانده شد؟ دلیلش الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره صاد آیه 75 بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی فرمود به کی؟ به ابلیس. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی؟ تو رو چی سبب شد که سجده نکنی به این موجودی که انسان هست و من با دست خود آن را خلق کردم و ساختم، با دست بلا کیفش الله سبحانه و تعالی. استکبرت ام کنت من العالین؟ تو تکبر کردی و از جمله کسانی هستی که خودتو بسیار بالا میتراشی، بزرگ میتراشی در مقابل این موجودی که من آفریدم. در اینجا شیطان چی میگه؟ شیطان میگه قال انا خیر منه، من بهترم از این موجودی که تو خلق کردی از انسان. خلقتنی من نار، من را از آتش آفریدی، و خلقته من طین، این رو تو از خاک آفریدی. پس منی که از آتش آفریده شدم افضلتر هستم بر این موجودی که تو از خاک آفریدی. پس الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه قال فخرج منها فانک رجیم، از بهشت بیرون شو که تو رانده شده هستی. به خاطر همین ما در شروع هر تلاوتمون از قرآن کریم ولو که یک آیه هم بخوانیم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به الله از شر شیطان رانده شده. همین شیطانی که دشمن ماست و ما هم باید دشمن آنها باشیم. در طول تاریخ ادیان، مذاهب، گروه‌ها، افکار گوناگون در تاریخ بشریت وجود داشته. آنچه که از طرف الله سبحانه و تعالی بوده، همیشه ما میبینیم که دعوت به اتحاد، دعوت به یک دلی، دعوت به اینکه اختلافی بین شما نیست، باید با هم یکی باشید، با هم دیگه احترام بگذاریم. برای فضائل اعمال و مکارم اخلاق الله سبحانه و تعالی انبیا و رسول رو فرستاد. در مقابل شیطان هم برای پیروان خودش و برای اینکه همین دشمنی خودش رو با بشر و با انسان ثابت بکنه عده‌ای رو فریب داد. عده‌ای جزء سپاهیان شیطان شدن و از جمله کارهایی که شیطان به این پیروان خودش الهام کرد و آنها را به بیراهه کشاند این بود که افتخار بکنن، تعصب داشته باشن، به قومشون نجات پرست باشن، خودشون رو برتر از دیگران بدانن. و از جمله این فرقایی که به دست شیاطین انسی و شیاطین جنی ساخته شد فرقه رافضه‌گری یا همین کسانی که مدعیان دروغین تشیع هستند که عبدالله ابن سبع یهودی مؤسس این مذهب برای نابود کردن اسلام و برای نابود کردن دین مقدسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آفریده بود و آورده بود، پیروان خودش رو امر میکنه که شما به اصطلاح ساز مخالفت بزنید با فرموده های الله سبحانه و تعالی و با فرموده های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از کتاب هایی که در این کتاب یکی از استوانه های دینی مذهب یا دین رافضه‌گری به یکی از اقوام بزرگ، به یکی از اقوامی که تاریخ بزرگ و با عظمتی دارن چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، به فارس ها توهین میکنه. وقتی که میگیم تاریخ با عظمتی دارن قبل از اسلام، به این معنی نیست که همه اون وقایعی که در اون دوره رخ داده قبل از اسلام را ما تایید بکنیم.
یک سری اشکالاتی وجود داشته که محل بحثمون نیست در اینجا. اما می‌بینیم که در کتب مدعیان دروغین تشیع توهین میشه به این قوم به فارس‌ها. من برای نمونه از 3 مصدر از مصادر معتبر شیعیان این مطلب رو خدمت شما عزیزان نشان میدم. این کتاب اصول کافی است از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. اینم صفحه 2 این کتاب، جلد 1 و 2 با هم هست. دارالمرتضی در بیروت این رو چاپ کرده. این کتاب رو در اینجا در کتاب الحجه در صفحه 347 در روایت 7 محمد ابن یحیی روایت میکنه اینو تا میرسه به کی؟ ابا عبدالله از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت که ان امیر المؤمنین علیه السلام که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خویشاوندی داشت در قبیله بنی مخزوم و یکی از جوانان این قبیله ان شابا منهم آتاه فقال، یکی از جوانان این قبیله آمد و گفت یا خالی، ای دایی من، ان اخی مات و قد حزنت علیه حزنا شدیدا، میگه که برادر من فوت کرده و من به خاطرش خیلی ناراحت هستم. قال له، یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ایشون میگه که تشتهی ان تراه، دلت میخواد که اونو ببینی؟ قال بله، چرا که نه. قال فارینی قبره، به من نشون بده قبرش را. قال فخرج و معه بردة رسول الله صلی الله علیه و سلم، این سیدنا علی رفت و اون عبای پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده بود و به دوششون رو انداخته بود و وقتی که به نزدیک این قبر رسید تلملمت شفتاه، این لبهای سیدنا علی تکان خورد. ثم رکزه برجله، بعد با پاش این قبر رو زد. فخرج من قبره و هو یقول بلسان الفرس، این مرده‌ای که عرب بود و از قبیله بنی مخزوم بود و از خویشاوندان سیدنا علی بود، این از قبر بلند شد و داشت با فارسی صحبت میکرد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام بهش گفت الم تمت و انت رجل من العرب، مگه تو نبودی که تو مرده بودی و تو یکی از عرب ها بودی؟ قال بله، گفت چرا، من عرب بودم. ولكن متنا على سنت فلان و فلان، ما به سنت فلان و فلان مردیم. در اینجا فلان و فلان منظورش ابوبکر و عمر هست، یعنی در روایات دیگه در کتاب‌های دیگه تصریح شده که منظور از فلان و فلان ابوبکر است. فانقلبت السنتنا، پس زبان ما چی شد؟ برگشت. زبان ما از زبان عربی برگشت به فارسی. خب این مطلب رو به خاطر داشته باشید از کتاب الکافی. میریم که آقای مازندرانی، این تصویر کتابش رو ببینید، محمد صالح مازندرانی، این شخص شرحی داره بر کتاب الکافی و اصول کافی و رازة الکافی. ثقة الاسلام محمد یعقوب کلینی رو کتابش این اومده چیکار کرده؟ شرح کرده. در جلد 7 در صفحه 205 همین مطلب رو ایشون در اینجا میاره، همین حدیث رو، همین حدیثی که به دروغ نسبت میدن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در اینجا چی میگه؟ حالا داره شرح میده این روایت را. قول او فانقلبت السنتنا، میگه حرف این مرده‌ای که زنده شده بود که زبانهای ما برگشت عوض شد. الظاهر ان اهل النار یتکلمون کلهم بلسان الفرس، اهل النار یعنی جهنمیا همشون فارسی صحبت میکنن، چون این طرف هم ابوبکر و عمر رو دوست داشت، اینم رفت به جهنم و در اونجا زبانش چی شد؟ از عربی برگشت به فارسی. و این کانوا عربیا، ولو این که عربی باشه زبانش چی میشه؟ برمیگرده فارسی میشه.
و ان اهل الجنه یتکلمون بلغت العرب و اهل جنت به زبان عربی صحبت میکنن و این کانوا من اهل الفرس و اهل جنت به زبان عربی صحبت میکنن ولو اینکه فارسی زبان باشن. یعنی در این روایت تصریح بر این داره که اولا کسی که ابوبکر و عمر رو دوست داشته باشه جهنمی هست. ثانیاً جهنم که رفت در اونجا چی میشه؟ زبانش عوض میشه. اگر فارسی زبان بود، اگر عرب زبان بود، در اونجا میشه فارسی زبان و اون فارسی زبانی که ابوبکر و عمر رو دوست نداشته باشه وقتی که بره طبق این استدلالی که آقای مازندرانی و کلینی کرده میره بهشت و در اونجا شروع میکنه به عربی صحبت کردن. در اینجا اومده در این قسمت در پاورقی خواسته اینو ماسمالی بکنه که گفته در این زمان، در زمانی که این روایت به اصطلاح اومده، این ثبت صحت هذه النسبه كان المعنى مفوضا الیهم لا نعلم مناسبة لسان الفرس و اهل النار الا ان الفرس ذلك الزمان كانوا كفارا. گفته ببینید میگن دروغ حافظه نداره. اینجا اومده ماستمالی بکنه این روایت رو که حالا این در زمان حضرت علی این روایت که اومده در این زمان فارس ها کافر بودن، در حالی که همه شما عزیزان میدانید که سرزمین فارس در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح شده و باقی مانده سرزمین فارس قسمت‌هایی از افغانستان امروزی و ماوراءالنهر در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه فتح شده بود. یعنی میتونیم بگیم که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سرزمین فارس کلا فتح شده بود. پس این آقای مازندرانی که اینجا آمده خواسته این مسئله رو توجیه بکنه، این برمیگرده به همون که دروغ و حافظه نداره و خواسته اینجا یک ماسمالی بکنه این قضیه رو، اما متوجه این مطلب نبوده. و همین مطلب رو هم ما در کتاب الوافی داریم که اینو فیض کاشانی نوشته، در ایران هم چاپ شده در جلد دومش. این کتاب در ایران چاپ شده، اینم شناسنامش. در این مطلب در صفحه 736 جلد دوم دقیقاً همین روایت رو در اینجا میاره که یکی از دایزاده های به اصطلاح امیر مومنان در قبیله بنی مخزوم بوده که جوانی از اونها فوت میکنه، بعد برادرش ناراحت میشه، تا همون آخر روایت که در کتاب کافی کلینی هم آوردیم، در اینجا هم این روایت رو نقل کرده. و در پایان هم این مطلب رو آورده که وقتی که این زنده شد ازش پرسید علی علیه السلام که الم تمد و انت رجل من العرب، تو نمردی در حالی که عرب زبان بودی؟ قال بلا ولكننا متنا على سنت فلان و فلان فانقلب السنتنا، ما به پیروی فلان و فلان مردیم و در اینجا زبانمون برگشت. در اینجا تلملمت رو به اصطلاح شرح داده و فلانین کنایه من الاولین، یعنی همون ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما که اعتقاد دارن که آنها در جهنم هستن. این از این مطلب که در کتاب‌های اینا آمده و توهین صریح و آشکاری هست بر فارسی زبان‌ها و اینکه فارسی زبان‌ها اهل جهنم هستند یا زبان فارسی زبان اهل جهنم هست. میریم در مطلب دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوست دارم خدمت شما بزرگواران در اینجا ذکر بکنم که برعکس این ادعای دروغینی که کلینی و مازندرانی و فیض کاشانی و علمای شیعه کردن، سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایت‌های مختلف اهل فارس رو ستودن و
یکی از فضائلی که اهل فارس دارن در حدیث صحیحی که صحیح مسلم در حدیث شماره 2546 باب فضل اهل فارس در این کتاب ذکر شده. در این کتاب از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لو کان الدین عند ثریا، اگر دین در کوکب ثریا هم باشه، لذهب به رجل من فارس، اگر علم در کوکب ثریا هم باشه این علم رو به اصطلاح به دست میاره مردی از سرزمین فارس. او قال، یا میگه که یا گفتن که من ابناء فارس، از فرزندان فارس، حتی یتناوله، یعنی سعی و تلاش میکنن فرزندان اهل فارس که علم به دست بیارن، ولو اینکه در ثریا باشه، دور باشه از زمین. و همچنین در روایت دیگر که روایت 2546 هست، بازم در صحیح مسلم، سیدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که این مطلب رو 2 مرتبه یا 3 مرتبه میفرمایند که تکرار کردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشان رو شانه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه قرار دادن و فرمودن که لو کان الایمان عند ثریا لناله رجال من هؤلاء، اگر ایمان در ثریا هم باشه مردانی از قوم سلمان، یعنی از فارس ها، سعی میکنن که این رو به دست بیارن. همین روایت رو ما در صحیح بخاری داریم در روایت 4897 که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که نشسته بودن که آیه 3 سوره جمعه نازل شد که در این آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید که و آخرین منهم لما یلحق بهم. در اینجا کسی پرسید که من هم یا رسول الله، اینایی که به اونها میپیوندن که در این آیه بهشون اشاره شده کیا هستن؟ و در بین صحابه در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم سلمان فارسی هم نشسته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست مبارکشون رو بر سلمان گذاشتن و فرمودن لو کان الایمان عند ثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء، اگر ایمان در ثریا هم باشه مردانی از سرزمین فارس سعی میکنن که این علم رو به دست بیارن. و این در بخاری در حدیث 4898 هم ذکر شده، در صحیح ابن حبان در جلد 16 صفحه 298 حدیث 7308 این مطلب ذکر شده، در مسند امام احمد جلد 2 صفحه 417 و در کتاب‌های دیگری که در فضایل صحابه ذکر شده، در ذکر اخبار اصفهان صفحه 1 جلد اول صفحه 2 ابو نعیم این رو ذکر کرده در اونجا، و در ترمذی ذکر شده. در تفاسیر در ذکر این آیه 3 سوره جمعه مفسرین اهل سنت این مطلب رو ذکر کردن. این فضیلتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اهل فارس یا فارسی زبان ها ذکر کردن، و برعکس آنچه که کلینی، این دشمنان بشریت، یعنی یقین داشته باشید که محمد ابن یعقوب کلینی، فیض کاشانی و این علمایی که ادعا میکنن که اینا علم دارن و محب اهل بیت هستن، اینها در حقیقت پیرو شیطان هستن، انسانهای نجات پرستی هستن که شما ببینید یک قوم بزرگ همه فارسی زبانهای دنیا رو میگن که زبان فارسی زبان اهل جهنم هست. در این روایت که خدمت شما بزرگواران نشان دادم. در پایان دوست دارم که خطبه ای از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که در حجة الوداع بیان میکنن با عنوان
مسک ختام در این برنامه خدمت شما بزرگواران بیان بکنم که در این خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین حجی که انجام دادن، مدتی قبل از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، انسانها را جمع می‌کنند در منا، در عرفات، در مکه مکرمه و در اونجا به مردم میگن که ای مردم. این روایت رو در مسند امام احمد رحمت الله علیه میخوانیم که در اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ای مردم، آگاه باشید که پروردگار شما یکیست و پدر شما یکیست و آگاه باشید که هیچ عربی بر هیچ عجمی و هیچ عجمی بر هیچ عربی و هیچ سیاهی بر هیچ سرخپوستی و هیچ سرخپوستی بر هیچ سیاهپوستی هرگز برتری ندارد مگر به تقوا. متوجه شدید؟ معیار برتری تقوا و پرهیزگاری است. شاید یک مسلمان چینی، یک مسلمان ژاپنی، یک مسلمان روسی، آمریکایی، از چک، از جنوب آمریکا، از شمال آمریکا، از هند، از بنگلادش، از هر کشوری که باشه، شاید ما و بعضی از متعصبین او رو تحقیر بکنن، قیافش و زبانشو، اما به خاطر تقوا و پرهیزگاریش شاید هزاران درجه بر ما برتری داشته باشه. در آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ای مردم، آیا ابلاغ کردم؟ مردم گفتن که بله ای رسول الله، پیام الله سبحانه و تعالی را ابلاغ کردی. پس خوشا به حال آن فرزندان سرزمین فارس که برای به دست آوردن علم و ایمان ولو اینکه در ثریا هم باشد سعی و تلاش میکنند. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.